سجده های شکر. اسلام برای انسان مشروع گردانیده تا برای الله تعالی سجده شکرگزاری در امور خوشی را انجام دهد. ابوبکر صدیق رضی الله عنه روایت می کند که اگر برای نبی اکرم صلی الله علیه و سلم امری خوشی و یا بشارتی می رسید، برای شکرگزاری الله تعالی سر به سجده می نهادند. برای شکر تکبیرگویان به سجده می رود و می گوید سبحان ربی الاعلی و الله تعالی را سپاس می گوید و بر نعمتی که برایش ارزانی فرموده شکر می کند. پس از آن از سجده بلند می شود بدون اینکه تکبیری بگوید و یا سلام بدهد. سجده های تلاوت. همچنین اسلام سجده تلاوت را مشروع گردانیده است، زیرا هنگامی که قاری آیه‌ای که سجده دارد را بخواند باید سجده کند و دلیل مشروعیت سجده تلاوت حدیث ابن عمر رضی الله عنهما است که فرمود نبی اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما سوره ای را که در آن سجده بود قرائت می‌کردند، پس از آن سجده می‌کردند و ما نیز سجده می‌کردیم. قاری و یا شنونده آیه سجده تکبیرگویان سجده می‌کند و می‌گوید سبحان ربی الاعلی و این دعا را می‌خواند سجد وجهی للذی خلقه و شق سمعه و بصره بحوله و قوته و نیز میگوید اللهم اکتب لی بها عندك اجرا و دع عنی بها وزرا واجعلها لی عندك زخرا و تقبلها منی کما تقبلتها من عبدك داود. پس از آن تکبیر میگوید و از سجده بلند میشود اگر در نماز بود، و اگر در نماز نبود بدون تکبیر و سلام بلند میشود. علما همچنین گفتند مسافری که سوار بر مرکبی است اگر آیه سجده را تلاوت کرد از مرکب خود پایین شده سجده تلاوت را انجام میدهد. اگر برایش این کار میسر نبود با اشاره سر سجده می کند. و نیز گفتند هرگاه قاری آیه سجده را تکرار کرد یک بار سجده برای همه کفایت می کند و اگر قاری سجده نکند مستمع نیز سجده نمی کند، زیرا که وی مقتدی بوده در تلاوت پیرو امام می باشد. همانطوری که رهگذری آیه سجده را بدون قصدی بشنود بر وی سجده تلاوت نیست. علما نیز گفتند که سجده تلاوت در اوقات نهی شده از نماز اشکالی ندارد.